تقویش اومد همین بچه من نباشم نمیدونستم تقویش اومد از تقویش پرسیدم گفتم اما امید بچه هم چخیله من شیر دادگی داریم در این بچه این بچه ده من شیر دادگیم این از شریتوز از شرطوز این را پفته رفتگی بودم اون یک حتی ما کورگر ما ارتیل ده کورگر قربانوف امید توسانوف امید قربانویچ قربان علیویچ فامیلیش این همون نمرش ای تقویش گرفتم خطی سلام علیک گپ زدم گفتم همه خلافه نیوسای من گفتم چی شدگیه زپری شدگیه چیکار کنم نمیدونم گفت ای خولا جون گپ نیست من دگو همین بیور شدنامه چیوشم من میرم میگیرم ای تو همه کارو دگو 100% میکنم خونم دا اومد یک شفیار خطی آذربایجان بود شفیارش دو پاسپورت دادم 80,000 پول دادم دستش به کیتانسای بیچی بچه ما پاسپورت دادم رفتن برآمده بعد همون فقط برای همون چیش پول روی کردم کنیشکش هست که آن بوده بعد فقط پول پرتفتم هم چند سومه گفت گریزن 35,000 30,000 30,000 35 تا 40 تا بعد دو کسی گفت اگر پاسپورت کنه خاله جان 3 ماه گفت تیار میکنه میتون و این بیچاره بچه جیان میشود خونم ده بسود این کاکرس هم خیلی دوره ده گفت هم پاسپورت گفت من تیز میگیرم گفت که میگیری یک ماه گفت میگیری پاسپورت این اوورد من 35,000 داد با ایران روی کردیم هم میکرد گفت یک هفته پس پیشت میام بعد یک هفته با اومدن و زنش خطی یک نتش خطی یک جای اومد امید من نبودم خونه ده دخترم ده تلفن کردم دخترم خطی نیوسم برآورده با پاسپورت پول مل همه را بودن با گرفتن رفتن سیم بود با خودم دیدم هم بچه شما همین وقتی در حالتی با خوردن با امید از گفتهای شما با دیگر نه چه ملتان چه روس با گنرالای روس با پالکونیکای روس همشه این شناس کرد منه صحبت داشتید؟ تلفن میکردم خطیش تلفن کردم گفت که خاله جان من تاجیکستان رفته استادم من تاجیکستان میرم یک هفته یک میرم گفت میام زد پریود گفت پاول گینادویچ کتی گفت گپ زن همین نمره داد من فقط پاول گینادویچ کتی تلفن کردم گفت همین امید گفت ماکسیم میگفتسیره ماکسیم چو بودی تیوی من گفتم просто هم شناس گفت он мне сказал тотя будет من گفتم да я его тотя буду بعد через همون بعد گفت давай мне последний раз чтобы на моя фамилия чтобы деньги была بعد фамилия вайда фамилияшон ядам танов танин павел геннадьевич ана мударо кардам بعد марина як балодаро кардам ана بعد ин қади насриддин тания анатолиевна фақат пул 40,000 30,000 50,000 53,000 амин ду кас ам рой кардам да фақат 35 таги паспортоя 40-45 рой кардаги запрещендаги она акиё همین запрета بود میکشدم یا همه سال مدام یا هر شب قدیم جنجال میگنه بچه ما میگیرم میرم ای بچه میترسم بچه یوشی بده نه وقتی چورم چوله زمین شو میترسانه رو گردین نمیکنه که اگر تا یکون گپ زنیم و بچه تا میبریم من خودم ندونم یک تا فرزند دارم دختر دارم من نیوستم و خودم کلام کردگیم ای شهرم جدا شکم خونه ندارم خونه دو دارم دمیستم با این یا ایک که داد کردن آنها بچه‌ی توچکو هر روز تلفن میکنه که اگر همین هفته این روز یافته نتی موتر میکشیم موتر ایتا میگیریم شما با چی سبب شما یک زن اینا میگو که از تاجیکستان آمدید خواستین کار برای خونه ما توی کردیم نیستم مایلش خانه چی لازم همین یک کاری که از قانون بیرون شما دست دادید ندونم ما این یک گروه وحشی ها ما اینا میکنیم همین وحشی که از تاجیکستان هست اینا زیادن آنها سفشون زیادن در روسیه در ولادیمیر یک مورد دیگر از وحدت هست و هم نسبتی این روزه و آینده فکر کنید در 48 میلیون تاجیک این روز با دیگر ملت ها سرجم کردن این روز در بعد موند همه اونا وعده کردن که ما شما باید همینجا نشستگی بودن دختران و پسراییاش و مانند یک این خانم من 14 سال شد یکون بوری که فریم نرفتم چون یکو خیلی عقلی من دزدی برای گفت بچه خودم دیدگیم شیر دادگیم هم نخودم هم قسم میخورد که خاله جون من کسر پس نمیکنم هم 1 میلیون هست نه 1 میلیون زیاد ایده ای من ای تمام ای من ممکن یکون 8 نیم تا میشود موندگی شوید پاول گینادویچ دایفت است
گفتست که خالت ابو که ابو ولی فعلاش گویا که کارمندانی FSB روسیه گفتست که اگر دلیش نگاه بزنه خالت میریم محکمش میکنیم هم خلوچش میکنیم ای خونه ایتر جون هیچ کار نمی‌کنم سه ماه مجبور شدیم اینا با اومدم این بچه‌ها که دست من اومد من مجبور شدیم اینجا اومدم گفتم من نگیرم من در حقیقت هست فاکتوری که امروز کشتورها هستن انا میو همشون اومد دید یک زنک اومد در خونه یک مرد کتی ایشون میگه چون ایگجا همون ترمده تلفن کردن کی بود نمیدونم ای ترمده تلفن کرد که خدا جان با نغزی و خوبی کل همین زنک گفت توغری کنی نشود چی میکنیم اسلام گفت چون ترمده یاردم میکرد است یعنی من روی خط همون توجیه کرده روی خط من عرضه شما من روی خطی که شما نکتید اینا شهرونده تاجیکستان هم شهرونده ازبکستان هم نفر شهرونده آذربایجان هست اونا هم خواستن که شهرونده گیرن یکی روشون شده شود رویشون شده شود و یه زوره کردنده همین روز 800,000 نه کمتر 800,000 حالا 400,000 در روسیه از تاجیکستان شهرونده تاجیکستان در چین حال نگه روی اونا بحثش بگیرن تو حال برنگشتن 800,000 از نزدیک به 2 میلیون که ما داریم مهاجر 800,000 زیاد کردیم در حالتی برآورده که بسته شدن راههای اونا به روسیه است و یا فکر نکردن نداشتن که ما اینو کردیم راه اونا کشته شد هزاران آدم داشته بود ما با تلفن میکرد این حل شوی خود را فقط در حالتی دیده برآمدن سودهای پایانی بالای روسیه است و حالا که چندین پیشنهاد بوده نسبتی ملتی که نسبتی خیلی شهروند تاجیکستان حل نشده است در حالت اولیه سودی رایونی مونده است نایوی و قسمی بالای نبرآمده است و نمیشه دویم که وقتی که در حالتی بستن روی تاجیک نه بلکه 3 سال تا بودنش در تاجیکستان دیگر روی وقت شده نمیشه خود روس‌ها اینو نمیخوان دیگر و کسی در این مورد با ما سخن هم نمیگه برای همین شما هم خواهی بیدوتون میرزه خیلی برادرم شما خودی تیستر همین شهروند یعنی دولت از این میلیسای لعنتی موزه روسیه و تو چی عذاب است یگام تاجیک یگام قرقیز ازبک امروز پاسپورت روسی رو نمیخواد تو که با یک سبب از همین عذاب برآمدن یکی ندرست گپ میزنم بیزور از این پاسپورت روسی شم دیگه شم لیکن با پاسپورت تاجیکی نمیداد دست من تیکیدن همین پاسپورت همین که در زمان ساترودنیکی پلیسیا و خرسان میشود از که وقتی شکار به میبرایتون شکار میبینه که همین یارو داده است که من دیدم یه زایت است که هم کرولی که رفته است همون پرونده انا همین تاجیک از در مسکو با این پاسپورت این همین از آبروی ما موندند انا این بچه را دیپورتش کشید این بچه را اول انا این بچه را اول دیپورتش کشید دیدن پروینکه کردن بعد بچه را دویم بار LVP زن گفته آورده بود 40,000 دیگه 43,000 آورده دوتی حالا جون من کشیده شد من اوکراین رفتم اومدم چی کردم پاتین کردم 100% انا بعد آدمو جمع شدند نموشم مون نمیکردیم همین روز شما اومدید نزد جمعیت تاجیکان در دولت روسیه هست نماینده دولت هست سفارت هست خدمات هست نماینده بی‌خطری دارن نماینده کارهای داخلی دارن شما با همون هم صحبت بدین تا همین روز رفتن بده سفارت نه برای چی نمیره سفارت رفتن در کنن مجبور کردن در کار کنن اون فکرای شما رو ببینن برای که زیاده که وقتی دستگیر میکنیم این همین حوزه ببینن ما میگم این همینا قسمی زیاد همینا همکاری میکنن با نماینده دولت تاجیکستان با خدمات امروزی تاجیکستان در روسیه میگراسیون پول میگن در گستیوای دون در میهمانخانه تاجیکستان اینا در همون نشستن زیاد اینا البته در سفارت تاجیکستان با شما یک رفتن تو اینکه خبردار نمودن شما لازم است ما اینا میکنیم دیگه چوب میکنن دیگه چوب میکنن دیگه از گفتگو بعد درباره و تاکسی شما گفته تاکسیست خوبی خیلی همچون برادر همچون نورشا خودت نورشا در رو گفتم راب ولادیمیر راب روید اینا کوبید یافتن زمان جوش انیقدر خارچه مگه میدونی خودم بعد دیوار بر اومدن بعد گمه فلانجا باز این باید عذابش کشد همین شخصی که هست که بگه سیاره کلانش دیگه مدرن میسن همین زن و شیر داده است این بدبخت با من میگم خدا دو دستیدی امید جون سگره کلانش دیگتم انا خدا دو دولت رفتم ما رحمت خلا جون پیش نماز باید که من یک کسی مگیرم یک چی بود از نمونجا همین گیرم من تدا یوردم میکنم گفتم این بسیار فهم درفته منم چی رفتم من همین فهم درفته من بچه قدی
کپی کنید حالا نتیجه خوبه کپی کنید یا اگزمپلار سپرید فقط در حالت کپی باید شما باشه گفتن جوش اینی که در نو باسته بلدیم توجیکستان بلازم است توجیکستان و کجای هست لازم است دونید من یکم کپی اون طرفش همراه حال میکنیم اینا باید صفشون کم شود صف اینا تماما جا شدگی است اینا از همون ایگیل میگفتگی در سیر اینا بدن ایگیل هم میگیره در حالتی باید میکشد و خلاص دیگه جانت میبره اینا از کشتن شما با دیگر رو با نیخ دشمن کده باید دیگر زمان میکنید